خوب برادرای عزیز، شنوندگان رادیو زیل و هموطنان مظلومینی که مهاجرایی که در دولت‌های خارجی از دست این رژیم در این سختی‌ها و مشقت‌های زندگی خودتون رو سپری میکنید. ببینید برادر، حاجی برای ما و شما چقدر بگیم دلاش میترکن به خاطر ملتش، اما ما و شما خاموشیم. مبارزه برادرای عزیز همین نمود میشود. مبارزه یگان شاخ دم به زیادی دیگر ندارد. امروزی برادر ما از مال، از جان، از فرزند، از زن، از خانه، از در، از همه چیز میگذره به خاطر که ملتش از این ظلم آزاد کنه. همین خیلی است که لیدر در موبایل همین است که برادرای عزیز لیدر در موبایل ما و شما سخن میگه، در دل ما و شما رو میگه. البته حقیقت انسانه که میشنوه، وقتی که صدای این جوان مرد میشنوه دلای ما میکفه. اشکای بچه های بناموس از سخنهای این برادر مبارز که بعد از 24 سالی که سپری کردیم در این ظلم و در این مشقت ها، دلای ما میترکه. همین است که یک گروه مردم بیدار میشوند، بطاقت میشوند، میزنن این طرف و طرف میزنن خودشون که یکی حجی تسرش بگیم، ما دیوانه شدگیم، ما از همین ظلم و از همین مهاجرت خسته شدگیم، در جون من زدگی همین مهاجرت. همین است که در مبین یک گروه جوانا میبرند در میدان و سینه خودش. همین است که برادرای عزیز در مبین ما و شما یک گروه بچه های جوانای بناموس داخل می شود در میدان و سینه‌اش در مقابل دشمن میمونه که یک گروه دیگر، ده ها گروه دیگر آزاد کنه عزیزانم. و این برای ما و شما یک نعمت بود که از طرف پروردگار نازل شد. ما و شما میبینیم که انسان با چقدر مشقت ها، با چقدر امتحان های گوناگون که اون امتحان ها را ما و شما اصلا طاقتش هم نداریم. بعد از اینکه مال گرفته شد، بعد از اینکه به مینوس رفت، از وطن بی وطن شد، بعد در زندان 10 ماه در زندان سپری کرد. بعد از او خداوند را رها کرد. البته این ببینه که پرزیدنت مردم میگن این زورای و پدنالر که جوش زورای از خدا دا زور نساخی. این زور میبود عمر علی قوات فقط از زندان میکشید میآورد. این زور میشد میگرفت شرف الدین میآورد. این زور باشه همون مردمی که در داخل ارمیان همونا را یک اوقات خوب میتیه، یک پوشاکای خوب میتیه که جای این زورای. این پدنالر زور فقط در بالای 4 تا مظلوم های. این به همون امنیتش زورای. یکی برادرها فراموش نکنید این دفعه برای ما یک شانسه، آخرین شانسی است که ما داریم. بعد از این اگر به خدا قسم اگر که ما و شما نخیزیم، دیگه ما و شما نام مردی را هم نمیگیریم و دیگه در روی تاجیکستان نام خداوند بلند هم گرفته نمیشود. نه اذان میمونن، نه سطر میمونن، نه قرآن خوندن میمونه. داشت باور میکنی که تا وقت تا جای را میرسه که در خونت نماز خوندن بطر نلاگ میبندن که ببینید که همسایات ها بز میکنن، همه بینن میگه در خونهشون که بینن همین تراویح میخونن یا نمیخونن. حتی تراویح خوندن که با جماعت نماز خونده میشود در ماهای مبارک رمضان، حتی همینا را محکم میکنن. از همینا میترسه که همین مردم اوج جمع میشوند. امروز برادران ما و شما این چهره این مرده که ببینین، نور این مرده که ببینین در همین عکساش میبینین نور خدایی است. البته خداوند نشد که در مابین ما یک کورعلی را بگیره اختیار کنه. یک کسی را اختیار کرد که نامش عمر علی است. هم نام عمر داره هم نام علی را داره. دو صحابی جلیل قدری که در اسلام چقدر جان سپاری کردگی بزن. ما خدا میگیم که پروردگار در قلب انسان همو جرأت و شجاعتی همو عمر را داخل کنه و همو دلاوری حضرت علی را داخل کنه. و از سخنای ما و شما همون جرأت، همون دلاوریه که در صحابیای کریم، در صحابیای رضی الله تعالی عنهم، در این صحابیا بدن
همون جرأت همون دلاوری را در قلبای ما و شما داخل کنه. دیگه برادران دیگه نترسیم، دیگه بخیزیم در میدان خودمون داخل شیم. امروز چقدر فشارها میارن برای ما و شما، این فشارها را در سر خودشون میبینن. ان شاء الله وقت ساعتش میرسه این پدنالتا این حرامیا یا میبینن در وقت ساعتش میاد که اینا به زانو میزنن، زاره میکنن، میگن التماس نکنین. بعد اون وقت میبینه که تیر اجل در توری سرتون چه خیل میآید. امروز شما اینقدر در مردم ظلم میکنید. برادرای عزیز، این شانسی آخری است برای ما و شما. فراموش نکنین این شانسی است که خداوند برای ما و شما داد. این هم شانسی آخری است. در همین مدت 24 سال چندین تجارتشون گرفته شد، چندین عالم ها زبانشون محکم شد، خانه های خدا محکم شدند. کو یک جوانمرد که ببروید و در این مابین صحبت بکنه. البته ما و شما دیدیم که یگان جوان نبوده، فقط آرزو و تمنا میکردیم به خدا، فقط آرزو و تمنا میکردیم که یک جوانمرد خوری چه و یک بار بگه ای پدنالت، ای ظالم، ای خون مردم خورده است. تو میفهمی چیکار کرده است؟ نکی خداوند این قلب در عمر علی داد. بعد از سپری کردن چقدر مشقت ها و امتحان های گوناگون، البته خداوند وقتی که یک انسان مرتبه بده اول با امتحان های سخت گوناگون، هر پیغمبری که آمد برای او یک امتحان های بی نهایت سخت آوردگی است. همون خدایی که برای پیغمبرها امتحانا را گوناگون آوردند، همون خداوند آوردند امروز عمر علی را بر سر ملت تاجیک. حضرت ابراهیم علیه السلام امر کرد گو برا فرزندت ذبح کن. به خداوند چی نیاز بود که حضرت ابراهیم علیه السلام ذبح میکرد؟ نیاز نداره، اما خداوند قلبی او را امتحان میکرد که چقدر تو مرا دوست میداری. فرزندی که در سین سال دسترسی بود که پدرش دستگیرک شد، در همین سین سال خداوند امر کرد که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ای پسرکم ببین که من از بالا امر شدگیم که باید ما را ذبح کنم، تو چی فکر داری؟ گفت که یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. ای پدر جان بکن هر چی که امر شدگی، ان شاء الله ما از اون جمله پیدا میکنی که از اون جمله کسانی که صابرین هستند، صبر میکنن. همین قسم خداوند برادر ما را در این امتحانات گوناگون گرفتار کرده. خداوند دید که صبر طاقت این مرد دید، گفت که نه، باید ان الارض یرثها عبادی الصالحون والعاقبة للمتقین. عاقبت آخری کار برای کسانی هستند که از خدا میترسند. زمین میگه میراث میمونه به کسانی که نیکوکارند. یرثها عبادی الصالحون، زمین میراث در دست کی میمونه؟ در دست بنده های نیکوکاران. البته خداوند همین را نیکوکار بود، همین انسان نیکوکار بود که خداوند امروز عاقبت در دست او آورده شده. امروز سخن میگه یا که ما و شما فقط تماشا امروز سخن میگه که ما و شما بیدار شیم، یا که ما و شما فقط انتظار میکنیم که چه خیل ایرا میزنن، چه خیل جان میتیه. این حکومت ظالمه که در داخل با چندین کسا دعا و سلام فرستاد و از جمله کسانی که دعا و سلام گفتش مقصود ابراهیموف، این جوانمرد تاجیک به خاطر ما و شما در میدان داخل شد. چقدر پریویلژیا را قبول نکرد، خانه، ماشین، وظیفه همه را وعده کردن که بیا بس که از همین راه بگرد، دوشنبه دبرد همه چیز برای تو میتیم. نه، گفت من این کارو نمیکنم. من امروز جوانا در حق جوانا من خیانت نمیکنم. ما که جوانا چی به در حق این جوانمرد که برای ما و شما پنج فرزندش قربانی کردن در تیار است، ما چی به نامردی کنیم؟ امروز بابا ما را خبری رسید که امروز امنیت خانه ما رفتگی اوجا تهدید کردگی است، بگرده از این راه. باز میگم که شما را از این راه نمیگردیم، از این راه ما هیچگاه نمیگردیم. ما یا مرگ قبول میکنیم یا که پیروز میشیم، و پیروزی را ما 1000% ما از خدا باوری داریم که شما ظالم ها را هیچ وقت خداوند دوست نمیداره و خداوند هیچ وقت ظالم کامیاب نمیکنه. این رژیم بود که در تاجیکستان قیمتی، فاحشگی، بدبختی، قحطی، بدبینی، کینه، بغض، عداوت، این همه از دست انمی رژیم بود.
شاعر راست میگه که گوش کن ای جان من تا این سخن یادت نره، قصه تاریخ این خاک وطن یادت نره، در کنار بسترت گپهای من یادت نره. قیمتی از هر طرف دیده درایی میکند، دلار و سامانی هم قدرت نمایی میکند، هر کجا پا میگذاری زن گدایی میکند، کودک لب تشنه آن بیوزن یادت نره. اینا برادر یادتو نره. مادر پیر مادر اشکش میریزن، سیمچکش هم میزنه ملیسه، میگه بگی فلانیوچه بگی جمع که کو او رحم کو او مشفقت، همیه حکومت همیه امنیت. چی ما ناموس نداریم؟ ما آبرو نداریم؟ ما عزت نداریم؟ همون خدایی که ترا در سر قدرت آورد، همون خدا نقشه ترا کشیده است. همین جوانا خیستن این نقشه عمر علی نیست، این نقشه خدای واحد و لا شریک است. این همون نقشه همون خداوند قهار است. خود خدا میگه که ان اخذ ربک لشدید انه هو یبدئ و یعید و هو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید هل اتاک حدیث الجنود فرعون و ثمود. همون خدا است که میگه گرفتی ما بسیار سخت است، میگیرم ما و کان حقا علینا نصر المؤمنین. مؤمن ها را ما کامیاب میکنن. ما الحمدلله برادران مؤمنیم که ما عدالت میخواهیم. خدا خودش میگه و اقسطوا ان الله یحب المقسطین. شما عدالت کنید در زمین، در روی زمین عدالت کنید که خدا خودش عدل دوست میدارد. این قدر عدل دوست میدارد که نامش عدل گذاشتگیه. از دست رژیم بود که این حکومت ما تیکه تیکه شد، حکومت ما سراغ شد. هر جای زمین تاجیکستان می نگریم همه جاش خونین است. در هر جای نگاه میکنیم این قاتل، این پدنالت دجال که یک جلادی هست که همیشه کارچش خونالود است، همیشه دست پنجش خونالود است. چه خیلی که همون شاعر میگه که خون ناحق دست از دامان قاتل بر نداشت، دیده باشی لکه های جامعه قصاب را. خون ناحق ریختگی این گم نمیشه و از دامن این همین دامن قصاب ببینی، داغای خون میبینی، این را میبینی در هر گوشه و کنار میبینی یک زخم زدگی ای، یک نیش زدگی است. ما و شما برادران این شخصیت ها چه خیلی که پیشتر چند روز پیش یک از گفت که بیا گمش که همین تعریف توصیف چیکار میکنه؟ کی را تعریف توصیف کنیم؟ کو آدم کو جوانی که برآمده بود که در این مابین سخن گفته، کو جوانی که به درجه مردم بیدار کردگی میفهمید تا گودکا را امام تفک میگن، تا زنکا را امام تفک میگن، تا دین را قریب مونده بود که را عبادت کنیم. این پدنالت امروز هیکلچک تیار کردگی که بعد از 10 سال بعد دیگه ای را بگن که همین در هر کارخانه دولتی که باشه داخل شیم اونجا برای او یک بگیم انحنا کنیم، یک سرمون خم کنیم یا که رکوع کنیم یا که دایی سجده کنیم، بعد در کارمون بگیم که رنگ بودیستا واره که میدرن در تنهای دیوالشون همون چیزشون بودشون کشالای یک طرفی او یک بار دعا میکنن بعد کارشون اثر میکنن. این پدنالت دمی خیل کردنی بود. خیلی که فرعون فریاد کرد در قومش گفت که انا ربکم الاعلی، من پروردگار بزرگ شما هستم. این همون خیل کردنی بود. این همون خیل میخواست که در مابین مردم خودش یک خدای کلان بکنه. بر همه یک طرف ظلمش، خیش تبارگریش، مناپولیش، همه یک طرف. این پدنالت به درجه رسید که قانون خداوند در پیش این قانون یک سکست کشید. قرآن برای یک چیزی شد که یک چیزی سکست کرد، یک کتاب الف باشید. این فکر کرد که من قانونا را تعریف کنم یگان کس نمیخیزه. ندانست که مردم از بحر زن فرزند، از بحر خانه و در، از بحر همه چیز میگذرند، به خاطر این دین جانشان قربان میکنند. و فراموش نکنین برادرها که ما چه خیلی که اسلام برای ما پاک و پاکیزه تازه برای ما رسید و ما وقتی که ما تولد شدیم در گوشای ما اذان دادن، پدر و مادرای ما مسلمان بودند، پدر ما غیور بود، مادرای ما دخترای فاحشه نبودند، مادرای ما دخترای صالحه بودند. از او مادرها، از او پدرها فرزندای تولد شدگی که اینا همش آدمای غیورن، یعنی آدما به غیرتن، نه اینکه آدما اینا جبین باشن، نه اینکه اینا ترسانچک باشن. این رژیم همه را ترسانچک کرده. مظلوم از همه دلیرترین شخص است. وقتی که ظلم ظالم در قلب او تأثیر میبخشه،
او مظلوم بیدار میشود، میگه من از تمام همه چیز ما میگذرم. ما و شما برادرها همه ما مظلوم هستیم، ما و شما مظلوم هستیم و در مقابل ظالم همیشه حرکت میکنیم. وعده خدا است که وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم معاذ بن جبل را به طرف یمن میفرستونه، میگه که اتقوا دعوت المظلوم فانها تحمل على الغمام فيقول الله وعزتي وجلالي لانصرنك ولو بعد حين. از دعای مظلوم بترس، حکمرانی که میکنی از دعای مظلوم بترس، یعنی که در یگان که ظلم نکن. این قدنالت قدر ظلم کدگی اشکای یتیما را ببین، اشکای بیوزنها را ببین، اشکای جوان مردای ببین که زناشون میمونن میان به طرف روسیه کار میکنن، فرزندش تولد میشه و از دنیا میگذره نمیبینش. این ظلم نیست؟ این جنگ نیست؟ این ژرفه نیست که اینقدر مردم ما خونشان میریزه در دولت‌های خارجه، در داخل در زندان‌ها مردم بیگناه زده میشوند، اینقدر میزنن که همون قصه را یاد ما نمیروه. ما خداوند نصیب کنه ما همون پدن الله در دست ما بغلطه. موی سفید بیچاره را میگیره فریادش میکنه، میگه ایجا بیا، میگه موی سفید میگه که بدر خوب پشو کده، موی سفید تنه ویش میکنه، میگه ارغش برا رقص که، میگه من نمیتونم بچم، میگه در چپلاق میزنش، گریه میکنه موی سفید، در زمین میغلطه، بشتش در گرداش میزنه، با دوبنکه میزنه، میگه ای خدا سبحان الله اعوذ بالله من ذلک. میگه به طرف موی سفید، میگه همون خدا فلانت کنه. ببینه برادرها به درجه یا کافرن که به درجه اینو ظالمن که فرق نداره با او خدا کیه. تا چی وقت ما این راه بگیم که خاموشی را اختیار کنیم؟ ظلم تا چی وقت ما قبول کنیم؟ نه برادرم، ما خدا را شکر ما جوان مردیم، مردن در دست خدای، مردن در دست پروردگار، خدا جان میگیره و خدا جان میتیه. در دست پدنالت امام علی نیست، در دست خونخوار جلاد نیست. او کسایی که گذشتن اونا انشالله پیش خداوند یک مدای خاص دارن. اینا با پیغمبرها با صالحین هستند، اینا ابرار هستند. خداوند برای اینها گفتگیه که ولا تحسبن الذين يقاتلون في سبيل الله امواتا. اونها فکر نکنید اونهایی که کشته میشوند در راه خداوند اونها مرده هستند، بلکه اونها زنده هستند. ان الابرار لفی نعیم. آدمهای نیکوکاران در نعمت هستند در پیش پروردگار، اما ظالما در داخل سجیل هستند، اینها در پایین ترین دوزخ هستند. این را فراموش نکنید برادرها که این شانسی که برای ما و شما خداوند آورده، ما باید یگان میده سخن یگان آدم فتنه‌گر گوش نکنیم. کسی که میاد که اگر ذره که از ما هدف امی خلل برسونه کو، بفهم که او دشمن توی، بفهم که او میخواهد که پس تو بشینی و تو خاموش شی، تو غلامی را اختیار کنی، در همین روسیه بیستی. و فراموش نکنید که روسیه روز به روز زندگی ما و شما قین شدن میگیره. در اوکراین این جنگ رفته است، میلیاردها این حکومت روسیه در اوجا تلف میکنه، میلیاردها پولش اینجا بگیم که از دست میتیه، سالداتش عدل نه از دست میروه، پولش عدل نه از دستش میروه و دیگه مردم اوکراین خودش مهاجر میشن، میان اینا جای کار میگن. دلار ببینید چند قدر بالا رفتگی ای، 20,000 اویلک میگرفتی چند روبل چند دلار میشید و حاضر چی قدر میشوه و کدام پولت خونتون روی میکنی، کدام پولت کسا میکنی. دلار روزی میشه که به 90 میخیزه، 100 دلار میتونی 9,000 میگیری، 15,000 اویلک بگیری 150 200 دلار تو اویلک میگیری. اگر ما خاموشی را اختیار کنیم بیستیم، سمالیات را ببین بلیت چند است، از 20,000 بالا است. 4 اویلک تیاجی میکنی که یک بلیت سمالیات بگیری. او میره در همون زمستون، در همون لای چال، در همون جا چپ کرده، نه سویت، نه گاز، نه وسایل زندگی، نه زندگی خوب. این خود اینا را ببین، بچه‌ش ببین، پدنالت گلوبوی در ماشین بنتلی میگرده، در ماشینای پورش میگرده، پاسلیت مدلای BMW خطی میگرده. فرزند تاجیک چیکار میکنه؟ گردنش کج میگه که یک کس باشه که یاردم کنه که من زن بگیرم. فرزند تاجیک میبینی که بچهش روسیه رفتگی، کیدت خوردگی اومدگی، دخترش به شور رسیدگی، مادر پدر گردنکشون کج که یک کس خونهشون خواستگار داخل شوه، که همه دختر تا بگن که این ما دختری ترا کلین میکنم. بیچاره میگه که من ندارم، خزورم نمیرسه که همون را 100 دلار 200 دلار مصرف میکنن، همون دختر به ارزش میتین میرون و فقط زندگی او ویران. چی به ما دوراندیش نیستیم، چی به ما فکر نمیکنیم این چیزا را.
تعلیم تربیه را میبینی. من میگم کو من نمیدونم از کدام جای منطقه سر کنم، من نمیدونم که از کدام ساحه سر کنم که در اونجا بگم که حکومت تاجیکستان اونجا پاکیزه بروه. در هر جای ما حرکت میکنیم میبینیم در اونجا حکومت تاجیکستان زخم خودش در خلقش رسوندگی است. البته ما و شما معلوم است که این وزیرا و این پاچاهی که امروز هست اگه پرزیدنت بر پدرش نالد، این از ملت ما نیست. از ملت ما بود اقلا رحم و شفقت سیل رحمی به همون ملت خودش میداشته، یکی نیست. امروز تهدید میکنن که ما برادرای شما را میبریم محکم میکنیم. به خدا قسم، به همون رب کعبه قسم، به همون خدایی که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم به پیغمبری رای کردگی، به همون قسم میخورم اگر کو بریم خانواده‌مون ریزه کنیم که ما از این راه نمیگردیم. و گوش بگیرین، باز هم میگم که فراموش نکنین که دانه به دانه شما را نامنویس کردیم، دانه به دانه شما را نامنویس کردیم و صورتای شما رسیده است. زوجه شما فکر میکنین که ما از این چیزا خبر نداریم؟ همه آدمای برتون به ما را دنی میتین، همه آدمایی که خودی امنیت هستند به ما را دنی میتین. این را فراموش نکنین. چه خیلی که شما مدیراتور را نامنویس میکنین، نمیشه که شما 8 میلیون نامنویس کنین. 8 میلیون از شما بیزار هستند. من در حیرتم که شما چی نمود انسان هستن که اینقدر ظلم در سر مظلوم تاجیک آوردگی، اینقدر مردم از ظلم میکنین. من نمیدونم شما از کدام بگیم پلانت اومدگین، چی رو بهتر شما وقت ساعتش میرسه شما میبینین میدان در مرحمه داخل شین، شما ما هم از این طرف داخل میشیم. قسم به خدا به درجه میکنیم دگو رختو نگو میکنین پدنالتو. وقت ساعتش میرسه شما رو بر نیست که شما از اون طرف بزنین، ما از این طرف تماشاتون کنیم. از این طرف ما میزنیم ان شاء الله کفتر ولی غلطیدن میگین شما هم. و او کسانی که از طرف شما میزنن اونو همش حرام میبرن، به خاطر برای یه اولاد پشتیبانی میکنن. فقط هدفشونه که امام علی را هدف ما فقط مردم است، هدف ما دین است، هدف ما عدالت است. چیزی که پیغمبرا بدن پیغمبرا میکردن، پیغمبرا به همون هدف اومده بدن. همه ما هدف ما است که ما عدالت در زمین پیاده کنیم. میبینی وقت ساعتش میاد این دفعه با او دفعه دهم اکتبر نمونه. فکر نکنی که شما تیر توپ میکشین که مردم با خاموشی را اختیار میکنن. مردم ما گوش نمیکنیم دیگه. شما نامردا امروز مردم ظلم میکنین. زنای تاجیک 18 تا 20 هزار زن تاجیک آمادگی در روسیه پس دمای شکن دوار میکن. چی کارای پس دختر تاجیک میان میکنه. بچهای تاجیک بهترین بچه‌ای که اونها باید در ساحه علم باشن، اونها متخصص شوند. چی در دیگه دولت‌ها کلای اونها مغز اونها سویت عقل اونها از ما شما یگان ترکیبات عقل اونها یگان بگیم فرقیت داره که کلای اونها از دیگه پلنت آوردگی ساختگیان. مغز اونها دیگه ان که اونها اینقدر پیشرفت میکنن، ما و شما در همین غلامی ایستادگی. این هم از دست شما واره به سوادا در سر حکومت اومدگین. شما اصلا از روی ورق میخونین، شما اصلا گپ زدن هم نمیتونین. بین خودتون رگ سگ پشکین. همین امام علی را دخترش گوش نمیکنه. دخترش یک فاحشه است که پدرش گوش نمیکنه. بچهش یک گلوبه است که او مادرش گوش نمیکنه. نترسی بچه‌ها، نترسی. من به خدا قسم میخورم که نترسی. چی قدره که ترسیده همون قدر خداوند شما را شوم میبینه. ناترس باشه، در مقابل ظالم ناترس باشه. یا کین یا هیچ کنیستن. اینا 4 تا اومدگیان در سر مردم ملت تاجیک، اینا همه را کنترل میکنن، همه را ظلم میکنن. چی خیلیشون فورا همون خیل میکنن. لوبای دختره که در کار شما یا استفاده میکنن. اباشه کو ناموس ما، کو کجای افتخار ما، کی جا ما سپاسیفیکه را پوشیده در روسیه پالس قطیگاب میزنیم. براتن گوش کن کو بیا بریم ظالم قطیگاب زنیم، بزنید ویدیو را تشکیل کنیم، ببرین میدان را تشکیل کنیم. وقت ساعتش میشه و ان شاء الله کو میبینن اینو. نترسین. ما باید حکومتمون عادلانه حکومت کنیم که حقوق خداوند در او پایمال نشود. او یک انسان بخواه که به طریق اسلامی زندگی کنه، او را سرش یگان فشار شکنجه نیه. چیه امام علی؟ پدنالتی به زور آمدگی است. کی را پرزیدنت کردگی است؟ همین جوان مردای مردم کلوب، مسکووسکی، فرخور، همین گروهی که همین از همینو امید داره که همین امام علی که همینو مرا دفاع میکنن، باور که همین روی همین بگیم که توف میکنن. همین جا هستن قدیمون برادرایی که به خدا به خونش تشنه، اما داخل دوشنبه در تیار شدگی هستند.
میبینی وقت ساعتش میاد که به خدا به درجه شما ذلیل میشه که خداوند اینقدر ذلیلتون کنه. شما امروز از پشت یک اویله میخیزین، شما فقط میگین که ما از ملتمون از وطنمون دفاع میکنیم. پدنالتا وطنتون فروختگیان در خیتوی چی به ازو دفاع نمیکنی؟ کو اسناد کی وطن فروختگیه؟ در کی دکلت کردگیه؟ کدام پارلمانت او را قبول کردگیه؟ امامعلی اگر ما گروه گپ زنیم برادرو زدگی پارتی مرتیاره، خودش پارتیای، خودش پرزیدنتای، خودش پارلمانتای، لوبای چیزا هم خودشه. به خاطر چی؟ به خاطر دیکتاتوری، به خاطر کی به نام دموکراتیا دیکتاتور تشکیل کردگیه. و دولت‌های اروپایی چه خیلی ژورنالیست‌ها اومده بودن ما استریچت کرده بودیم، میگه دولت‌های اروپایی ایرا اعتراف نمیکنن، ایرا به رسمیت نمیشناسن، به خاطر یگونه حکومتی که در سنترال آسیا ظالم‌ترین حکومتن، سپیسلوژباش همش میدونن. میگه ما طرفدار حکومت امامعلی نیستیم، به خاطر امامعلی خودش ظالمه. اونا میگن که خیر مردمتون کو بگین بیدار شون، مردمتون ویدیوتون در همین داخل یوتیوب زیاد شوه، ما خودمون سپیسلوژبای دیگه دولتون ما تماشا میکنیم میبینیم. بعد تاجیکی بر اومد کنن ما ترجمه داریم که کیه چی میگه این وجه از ناراضگی از دولت کده از خائنیت این همش هم خیلی بدست کو ترس گم کنن برادر. چقدر که ما زیاد قدم بگیریم همون قدر حکومت امامعلی بگیم که پچق شدن میگیره. این حقوق نداره که ما و شما را به خاطر حقوق خودمون ما بگیم ما را بگیره ببر زندانی کنه. این غیر قانونی کار را کرده است. نه به قانون بین الملل توغری میگیره، نه به قانون اسلام توغری میگیره، نه به قانون خریستانی توغری میگیره. یگان قانون قطعی توغری نمیگیره. یک انسان آزاد تولد شدگی است، باید آزاد حق بگه. حتی دین اسلام هم کو تاکید کرده که این مسلمان باید آزاد باشه، آزادانه خدا را عبادت کنه، آزادانه باید که هر چیزی که میخواه به حکومتش برسونه. نه اینکه عبادت برای مسلمان محدود باشه. عبادت از 18 ساله اوس عبادت نکنی. در داخل یونیورسیته بخواهی علم طب یاد بگیری، بخواهی انجینر شی، باید چیکار کنی؟ اول قانون خداوند را پایمال میکنی، بعد در یونیورسیته داخل میشی. بر پدر نلت به همون قانونت به همون یونیورسیته. فاحشه خونه روز کردگی در بیبلیوتک در بر قصر، اوجا پارک ساختگی، اوجا هم دختر بچه لبچوشی میکنن و میگردن. فکر میکنی که مردم بیناموسن، وقت ساعتش میاد خدا خواهد انشاءالله میبینی. برای می برادرها بهترین شانسی که ما را خداوند آوردگیه که عمرالی قوت فای نیست دیگه، خیلی جوانمرد نیست، وجود نداره. در همین تاجیکستان در 24 سال نبر آمده بود. یگونه شخصی که ای آمده همین مبین مردم به درجه مردم بیدار کردگیه که الهی توبه تا گودکورا امام تفق میگن، امام تفق استعفا میگن. البته مهر ایر خداوند در قلب‌های ما صدقه نام خیلی جوانمرد شم، صدقه ریشی سفید ای آدم شم که از برادرام هم میره بالا میدونم که ما را در یک راه داخل کرد که او راهی که است که راهی که خدای، راهی است که ظلم از بین میبریم، راهی است که مردم آزاد میکنیم. گریه های مادرها را ببینین، گریه های یتیما را ببینین. بیچاره میاد تاجیک جوانمرد کار نیست، تلفن میکنه اکا کار هست نیست، کار هست نیست، اوشا کیدر میکنن، اوشا میبرن در یک جنگل میزنن نابود میکنن. ابا چه رنگ یک گوسفند ورشیدگیم تو که ما خیلی زندگی کنیم. همین زندگی باشه، یا خوب زندگی کن یا که شهید بمر بره. همین دو چیزا باید ما بیرد کنیم، یا که با عزت زندگی میکنیم یا که شهادت قبول میکنیم. پس نشینی یگان میده از ما نیست دیگه. ما انشالله کوشش میکنیم مردم بیدار میکنیم، باز کوشش میکنیم که جوانایی هستن که اونا حقیقت در قلب اونا برسه، قلبای اون خدا قسم میکنم میترکه. جوانایی هستن که به درجه بناموسن که بگیم که فرق نداره، автомат قطعی میبروی، پیستالت قطعی میبروی، گراناتامیات قطعی میبروی، پیکه قطعی میبروی، بتیر قطعی میبروی، فرق نداره. ایرم سمالیات قطعی هم به درجه بچه های بناموسی داریم که ما یک بار همین ناموسشون خداوند یک بار ناموسشون بلرزونه کو به خدا قسمه که پای لج سر لج میدون به همون طرفی قصر پرزیدنت. این خیلی بچه های بناموس هم داریم انشالله. میخیزن اونو
این برادر عمر علی اعظمی شما ور شهرمردم از ما و شما ور شهرمردم امید داره. میگه شما ور جوانا بیدار شوند، همین 1000 کس بیدار شود بس دیگه دست خالی ما میرم وطن آزاد میکنم. برای همین برادران من خواهش میکنم که خداوند ما از خداوند من خواهش میکنم که پروردگار ما و شما را بین ما و شما یگانه چیز مهر و محبت این سخنای هر کس چی نکنیم که شیعه این سلفیه این ابو حنیفه این امام شافعی مالکی ما و شما هممون تاجیکیم برادر مسلمانیم. هدف ما فقط حاضر پرنسپل ما یک چیز است که همین بیخ همین ظالم کندن است. بعد او پرابلمای میدگاش ان شاء الله حلش میریم. حاضر فقط راه پیدا کرده هستن که در مابین مردم فقط همین پروپاگاندا را میبرن. چی؟ عمر علی شیعه در گرد اطراف شیعان نمیره در ایران بگه که عمر علی شیعه، اوجا میره و میگه که تروریست است. اگر بگه که شیعه دو آدم روی میکنه پیش عمر علی میگه شیعه، اگر این بگه ها ما شیعه با درجه 20 میلیون دلار میته لوبای نمود سلاح میته میگه بزن خیلی حکومت سنی رو نابود که نکی این گپ در اوجا خیلی نمیگه. در مابین مردم تاجیکستان میگه که مردم تاجیکستان عمر علی بعد ببینن. من خودم مهمون عمر علی بدم 5 وقت نمازش میخونه. در مذهب ابو حنیفه یک چیز عجیبی شما دیدم که بعد از نماز بامداد تا افتا بر اومدن قسم به خدا تا افتا بر اومدن تسبیح دادش ذکر کرد. من گفتم که چیکار میکنه؟ من مهمان بودم اینترسوانی بودم که این چخیر میکنه همین قدر مردم میگن دیدم که تا افتا بر اومدن ذکر کرد خیلی زیر کرد نماز خون. بعد من پرسیدم که حاجی چی مقصد چی به خیر کردی؟ و مرا هم مقصد استادم گفتن که کسی که از نماز بامداد که خونه تا افتا بر اومدن ذکر کنه و نماز چی اشراق بخونه نماز ظهر بخونه مثل که حج عمره را گرفتگی باشه. من گفتم قند زدی حاجی. بله هست اگر خیلی حدیث هست. ما امروز در مابین مردم پروپاگاندا برده است که این شیعه در اروپا میره میگه این تروریست است، در روسیه میره میگه که این سپاراتیست است. نمیمونه که مردم تاجیک سرش بالا کنه. میدونه که جوانای بناموس تاجیک امروز در گرد اطراف عمر علی جمع شده است. نکی نمیمونه. به خاطر چی؟ به خاطر ما برای ایرا یک بگیم غضب خدا خستیم. نکی خدا خواهد ان شاء الله این غضب خداوند روز به روز زیاد شده رفته است. میبینه خودش. و این کسایی که طرفداری از اونها میکنه به خدا قسم وقت ساعتش میاکو خجالت میکشین. وقت ساعتش میاکو شما سرتون با مابین مردم بالا کردن نمیتونین. به درجه ایزاتون بتین مردم که به خدا قسم سرتون بالا کردن نمیتونین. اقلا که شما طرفداری نمیکنین، طرفداری امو پدنالت نکنین. مسلمان واقعی حضرت محمد صلی الله علیه و سلم توصیف میکنه که مسلمان واقعی چگونه انسان است. چگونه بودن مسلمان واقعی را چی میگه؟ میگه که مسلمان واقعی کسی است که وقتی که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، هر کسی از شما دید کدام کاری بد رو منکر رو فلیغیره بیده، به دستش کوشش کنه که اون را از بین ببره. این ظلمه که ما میبینیم قاریای قرآن علمای دین همه این فشار در مردم تاجیک قدر زنا میکنن. لبای کسایی که دلخواهش باشن میبرن زنا میکنن، عیش و عشرت میکنن، در ماشینای قیمتترین میگردن. خونه 5-6 در خونه داره، ما و شما 5 اکاود در کار میکنیم، یک قطعه زمین خریده نمیتونیم. نلاگ به درجه برداشتگیان میگیرن زمین میخریم با میا پگا نلاگ میبنده، حالی خونه تراس نکده. محمد صلی الله علیه و سلم در حدیث مبارک میگه که من رأى منکم منکرا فلیغیره بیده، هر کسی از شما یگان کار بد را دید به دستش اول او را تغییرات بده. فإن لم يستطع فبلسانه، اگر نمیتونم به زبانش اقلا در زل ببر، اقلا در مابین مردم بگو همین آدما راست میگن، تمام همه مسئولیت بگی. فإن لم يستطع فبقلبه، اگر نمیتونی اقلا به دل از امو حکومت ظالم نفرت بکن، همو حکومت نفرت بکن به خاطر که دین اسلام از سرکوب کردگی. امرده که خب تو چی خیلی مسلمانی؟ مسلمان واقعی مسلمان باید دفاع از دینش بکنه. فکر نکنید که شما فقط مسئول دین فقط ملای، مسئول دین فقط عالم یا قاری. هر یک کسی که دعوای مسلمانی میکنه که ما الحمدلله مسلمانم، او فرض برای او از دینش دفاع کنه. در هر جایی که دینش سرکوب میشه باید حرکت کنه، اوجا باید
به دستش تغییرات بیاره، اگر نمیتونه به زبانش بگه، اگر نمیتونه اقلا از امو حکومت نفرت بکنه. این خیلی مسلمان باشیم، نه اینکه فقط پگه که ما خداوند ما را کامیاب کنه در مابین مردم شما شرمنده باشین، شما را مردم بز بگن، شما را مردم تحقیر کنن. نکنه این کارا. میبینه ما 1000% باوری داریم که خداوند ما را کامیاب میکنه. به خاطر یگان جای قرآن نگفته است که ما ظالم کامیاب میکنم، یگان جای قرآن نگفته است که من ظالم دستگیری میکنم. خود خداوند میگه که من ظالم دوست نمیدارم، من ظالم ناکام میکنم. مظلوم از دعوت مظلوم بترسید که دعوت مظلوم، دعای مظلوم بالای ابرها میشود. خداوند قسم یاد میکنه، قسم و عزتی و جلالی لانصرنک ولو بعد حین. قسم به ابروم، قسم به عزتم، قسم به معبودیتم، قسم به خدایم ای مظلوم لانصرنک، من حتما تو را کامیاب میکنم ولو بعد حین، اگر حوزیم نکنم پس اونتر کامیابت میکنم. طاقت کس صبر کن. ما و شما همه ما مظلومیم. اینقدر بچه‌هایی که گریه میکنن در استرایکه ها زور شد میگریند، یا کجا میدونن که درد مردم کجا میدونن، درد خلق مهاجر کجا میدونن. از همین قدر مهاجر 1% شاید خوب زندگی کنه در همون روسیه. همون پاسپورت داراش هم خوب زندگی نمیکنن. او خوب زندگی باشه تو وطن تا. ما آدمی را میدونم که پاسپورت روسیه داره، وقتی که رد میشه میاد проверка میکنن پاسپورتش، میپرسنش که ну что ты стоишь, میگه که есть какой-нибудь документ, میگه да я гражданин России, میگه ну-ка покажи паспорт. پاسپورت چه میگیره؟ پاسپورت در بالای کانتینر میپرتوє. نگاه نمیکنه پاسپورتش، دیگه گنگ میشوه. میره پاسپورتش ای بالای کانتینر میبره، میگه که где پاسپورت؟ میگه вот پاسپورت. پاسپورت چه میگیره؟ بو میپرتوє. ازدواج را ببینین. پاسپورت داری و با افتخار میگه که یک گражданин روسیه. какой гражданин روسیه؟ یا بار میگه خبر در آینه ببین تو کی، تو شهرت کیه؟ گражданинای روسیه مونم در این حکومت ذلیل میشوند میروند. به خاطر ما را کلان مون ما را ذلیل کردگی. ما باید آبرو و عزت خودمون ما باید پیدا کنیم. به خاطر چی؟ به خاطر ما از همین دینمون دور شدیم. به خاطر چی؟ به خاطر که ما ترکت فیکم امرین ما ان تمسکتم به لن تضلوا بعد کتاب الله و سنت الرسول. دو چیز من بعد شما میگه ترک کردم رفتم. همون دو چیزا که شما چنگ نزدین، شما چیکار میکنین؟ خار میشین. قرآن ما رو میگه اتحاد شید، یکجا شید، به یکدیگر مهر و محبت داشته باشه، صله رحمی کنه، به یکدیگر خوش تباری کنه، همسایگری کنه که مهر و محبت بین شما زیاد شود. این همش بگیم همش فرموله های قرآن که ما و شما در هر مجتمع ما سربلند میشیم. ما انشاءالله که سربلند میشیم به درجه خدا خواهد انشاءالله همین حکومت ما بگیریم و مرحله قوت در سر ما باشه، به درجه بلند میشیم که از همین چچنو بلند میشیم. بعد میگن که و ملت تاجیک دیسویترنا ملت با ناموس با غیرت بده. انشاءالله این روزا رو میان، این روزا رو ما و شما میبینیم. نه که فقط یک شرطه که اون مرحله را توقع نمونیم. هر که جایی که مرحله کمانده میکنه که حرکت کنین، حرکت کنین باید. مایلش یک طرف بگذار ما کشتشم در همون راه، بگذار دیگر ما کشتم، زیادت دیگر فرزندای ما آزاد زندگی میکنن. اگر ما نکنیم، بترسیم، از مرگ بترسیم، مرگ در دست امام علی نیست. امام علی آدم شرایی میکنه، ابراهیم و مقصود در بالای قلبش پیستالت گلوشیدار داره میمونه، میگه از نام امام علی سلام. ببینه چندین کسا را خیلی سلام دادگیه. و خیلی نشوه که روز شوه که ما و شما را در پیشانیمون پیستالتمون بگن که از امام علی سلام. ما خدا خواهد انشالله این سلامه که دادگیان در اون مردم، این سلاموش همش علیک میگیم. وقت ساعتش میاد، وقت ساعت نشان میده انشالله. خواهش میکنم برادرای عزیز که پس نشینی فکر نکنین که ما پس میشنیم یا که ما ناکام میمونیم. این خیلی فکر وابشه نکنین. ما خدا خواهد انشالله میبریم. حکومت امام علی شکست خوردگی ای. به خاطر چی؟ به خاطر دیگه خاموش کردن نمیتونه مردمی به ناموس هیچ وقت خاموش کردن نمیتونه. مرحمت بری چقدر فشار میاره، فشار بیاره و چقدر شما فشار میاره، همون قدر ما برآمده زیاد میکنیم، همون قدر ما مردم قلبشون رو گرم میکنیم که بیدار شوند.
بفهمن چهره حقیقی شما را که شما پدنالتا فقط ظلم که شما کنترابند این نارکوتیک در دست شما ظلم فقط شما کردگین شما اسلام خورزور کردگین شما قاری قرآن محکم کردگین شما عالمای دین زبانشون محکم کردگین شما دختر تاجیکا را فاحشه کردگین شما اشک یتیم آوردگین شما بیوزنها را گریان کردگین همش فقط عامل اساسی یا فقط عامل اساسی فقط اینمی امامعلیه فقط اولاد امامعلیه و نمی امنیت امروزه باز میگم که اگر به خدا قسم است که چقدر شما کوشش میکنین در خانه ها میرین شما مردم تهدید میکنین همون قدر ما دای رو حرکت میکنین امروز مرا رسید که خانه تون رفتم برادر تا بودن من باز میگم ببرین بکشینشم که من از راه نمیگردم فکر نکنه که من میترسم ببرین از اون طرف بگن که برادر تا کشتگیان من میگم خوب کردگیان او شهید شدگیه او را ناحق کشتگیان لیکن من از راه نمیگردم وقت ساعتش میاد که شما را میبینیم که با شما چخل دانه میغلطین رحمتی کلام برادرای عزیز الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى أزواجه المطهرات وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران گرامی خواهران بزرگوار پدران و مادران به نهایت ارجمند اولا درود خود را به یکایک شما میرسانم و سپاس و تشکری از برادران از همه برادرانی که خالصا قلبا و از صدق و صفا و از مهر و محبت هزار احمد اکا اسکایفارد خدا زبان تا برا سیبا گردنم با قدیتونم انشاءالله. سلام علیکم برادران حاجی برآمد کرد همین روزی و نه همین را میگفتید؟ خب بله برادر حاجی برآمد کرد از برآمدی وای کفا مانده انشاءالله فقط بگه. خب گوش کنه یک مینوت برادران من میبرم یک مینوت یک چیز اعلام کنم برادرای شهر پیرن در زواد اتاپلنیوراری کار میکنن نام یک احکام و نام دیگر شهرک یا شوریک به نام بکلی